تطبیق قاعده بالای یک شخص دقیق این صلاحیت مفتی است که میتونه که در اون قسمت بگه. مثلا یک نفر خانم خدا گفته، ما یک وقت مسئله فتوا را میخواندیم، میگه یک کسی خانم خدا گفته بود که برو بخیر خانه پدرت، اگر خانه پدرت رفتی طلاق هستی، 3 طلاق هستی. این خانم خانه پدر خود نرفت شوهرشان در سفر است. یک وقت شوهر ازی در سفر است، پدر ازی فوت میکنه، خانمش مجبور میشه در مرگ پدر خود بره خانه پدر خود. وقتی که اونجا میره پس که نفر میه چی کردی خانم؟ والا من خانه پدرم رفتم. اوهو تو بیا که بریم. میره پیش کسی که در منزل اول 6 تا لکن دعوای منزل 3 را میزنه. متوجه هستی؟ پیش ازی میره خودش در منزل چند است؟ در منزل اول است. خب باید برش میگه برادر من خود در منزل اول هستم، برو پیش کسی در منزل 3 است. نه تو بیا که من برات بگم. خب چطور کنم؟ زن طلاق شد خلاص، خانه پدر خود رفت گلمش جمع شد، پیش دیگهش میره. چطور کنیم؟ طلاق است، روان کو زن اشتکایتم، خانه‌ام تباه شد، یک غلطی کردم، خیر است، بد کردیم، میخوایم که زندگی من ادامه بدم. خانم مجبور بود، خانمش هم میگه منم میخوایم که زندگیم تباه شه. نه همشیره جان برو خانه پدرت. بالاخره یک کسی بر زمین نفر میگه او برادر یا کلش نفرای منزل یک است، برو پیش عالمی که اون مفتی هست صحیح صلاحیت فتوا را داره، پیش از او برو. وقتی که پیش از عالمی که صلاحیت فتوا داره پیش از او میره و برش میگه چی گپ است؟ میگه والا من این تو جمله را گفتم. چه قسم جمله گفتی؟ برای خانمم گفتم که انتی طالق 3، تو 3 طلاق هستی در صورتی که لو ذهبت الی بیت ابیک. باز چی شد؟ باز خانم نرفت وقتی پدرش فوت کرد بعد از این رفتن. این عالم مفتی خو به درجه اجتهاد رسیده، علمیت زیاد داره. این برش میگه نه برو برادر عزیز خانه کی برو، خانم تا گرفته برو قرار در خانه زندگی کو، طلاق واقعی نشده. صاحب 10 نفر مرا گفت می خیر است و خرزابطه است، نیمچه ملا که دشمن دین است خو نمینجاست. این خو نیمچه بوده که در از منزل اول بر تو فتوا دادن. خیر چطور کنیم؟ او برش میگه برادر عزیز تو بیارم اونا را، اینا کلشان میگه او مولوی صاحب، او از برای خدا، او مفتی صاحب چرا قسمی فتوا دادی؟ او برشان میگه که او نیمچه ملا صاحب کام بسیار ببخشید، این ما براتون آسان میگم که خانمش هست. خب چی هست؟ درست است ما در کتابای فقهی میخوانیم که اگر برای خانم خود یک کس گفت تو طلاق هستی، اگر در فلانی جای رفتی در طلاق شرط گذاشت و این شرط شد بنابراین این طلاق میشه، این درست است، این ما در سای خود میگیم. لکن همین قاعده سر از این خانم تطبیق نمیشه، سر از این مرد تطبیق نمیشه. چرا تطبیق نمیشه؟ میگه به خاطر از اینکه شما این طرف قضیه را دیدین اون طرف قضیه را ندیدین. مفتی خو خوبیش است که 4 جهت کلش میبینن. اون طرف دیگه قضیه چی است؟ میگه اون طرف قضیه خو پدر از این مرد، وقتی که انسان فوت کرد این دیگه ملکیت نداره. وقتی که انسان فوت کرد مستقیما تمام مال ازی به کی تعلق میگیره؟ به وارثینش. همین خانم در جمله وارثین پدر خود است نیست. پس این خانه خود رفته یا خانه پدر رفته؟ این خانه پدر خود نرفته، پدرش خود مرد، ملکیتش ختم شد. تو خود گفته بودی خانه پدرش. انسانی که مرد خود مالک از این خانه دیگه نشد، دیگه این مال خود مربوط به ورثه شد. پس این خانه کی رفته؟ خانه خود رفته، خانه بیادر خود رفته. آیا خانه شوهرش گفته بود که اگر در خانه خود رفتی طلاق هستی یا خانه بیادرت؟ یا گفته بود خانه پدر مرد. پس انال منزل اول و منزل 2 و منزل 3 و منزل 4 فرقش در اینه میجاست که بسیاری اوقات در بسیاری مسائل بعضی کسا را ببینی که سر الله تهمت میکنن، خصوصا در مسائل شریعت. در مسائل شریعت احتیاط بکنین. در هر مسئله که بدون علم گپ میزنی و از یک عالم مفتی یا علمای مفتی که فتوا صادر کردن او را درست فکرت نمیگیری و سر از اونا تاخت و تاز میکنی، بالاخره خودت چی کردی؟ خودت سر الله و سر رسولش تهمت کردی. چرا وقتی که یک عالمی که به سطح بلنده است در یک قضیه یا فتوا صادر میکنه یا مثلا اختلاف نظر دارن، اگر اردوش گپ میزنه اونا به اساس یک دلیل گپ میزنه، اما وقتی که تو طرف یکیش میگیری و با بسیار جدیت
از او دفاع میکنی، در حقیقت تو به خاطر چی؟ به خاطر احساساتت، به خاطر اینکه تو در یک گروه هستی، در یک حزب هستی، در یک طایفه هستی، متوجه هستی یک چند تا بچه کاکا و بچه مامای در این فتوا داخل است، میخوایی برای از اونا براءت پیدا بکنی، به این خاطر تو چی میکنی؟ خود مفتی جور میکنی و سر از اینا گپ میزنی و اینی گپ زدن تو بسیار خطرناک است. و باز می دیگرایی که گپ نمیزنن او را میگه چرا توی گپ میزنی؟ بسیاری مسائل است که مثال گفتنش یعنی وقت زیاد میگیره، وقت زیاد ما شما نداریم، لکن خلاصه گپ سر از است که انسان مسلمان باید اول عفت زبان داشته باشه، دوم در هر قضیه‌ای که ابراز نظر میکنه امو صلاحیت علمی خود در نظر بگیره و اگر خودش علمیت نداره بگذاره که علمایی که در اون راستا تحقیق کردن و فتوا میتن و نظر میتن نظریات از اونا را به بسیار سادگی و به بسیار بی‌ادبی جواب نگوید، بلکه خوب از پیش عالم بره و برش بگه که جناب عالم صاحب شما که اینی قسم فتوا دادین چی دلیل داره؟ او براتون میگه بله تو درست است که خانمت گفتی که طلاق است، لکن سر تو حکم طلاق نمیشه به خاطر که خسارت فوت کرده و این مشکل خلاص آسان از بفرمایین زندگیتان ادامه بتین. و اینی است اصل و اساس چی؟ اصل و اساس در ابراز نظر کردن در قضایا. فتوا خیلی چی است؟ وقتی که برای یک کس میگه که حلال است،